آیین‌های مردمان آیین‌مند سیستان درباره نوروز. با نزدیک شدن جشن باستانی نوروز در سیستان تقریباً 3 مقدمه را با هم می‌چینند. 1. ریختن گندم برای جوانه یا تجگ زدن، همزمان ریختن گندم و حتما گندم در آیین سنتی برای سبزه سفره نوروز و تهیه مقدمات کلوچه های سنتی سیستان. این توضیح را لازم و اما سمنوی سیستانی که به سیستانی آن را تجگ میگویند، از همان گندم جوانه زده یا به سیستانی تجگ زده آردی فراهم می کنند و با اون آرد سمنویی به شیوه کیک میپزند، اما همین تجگی رو با آن که با سین شروع نمی شود به همون نام ملی سمنویش سر سفره میگذارند به عنوان یکی از 7 سین. یعنی همین تجگی را به نام ملی سمنویش بر سفره میگذارند. آرزوکه که در سیستانی با سکون ر آرزوکه میگیم، آیین ویژه‌ای است که در آن بانوان همسایه در سیستان گرد هم می آیند و هر بار در خانه یکی از بانوان و کارهای مقدماتی نوروز به ویژه خانه تکانی را با هم انجام می دهند. پس از آنه که این خانه کارش تمام شد، آیین آرزوکه برای خانه دیگری به کار گرفته میشه. آیین آرزوکه این تعاون کهن بانوان سیستانی. کلوچه های سیستانی 3 گونه است. کلوچه هایی که به شکل مثلثی یا به گویش سیستانی به شکل برکی در میاد با محتوای خرما، کلوچه های ساده که به شکل گرد و بدون خرما و قند ساخته میشه، کلوچه روغنی بهش میگن، و کلوچه های کوچک لوزی شکل قندی که زنجبیل هم به آن می‌افزایند و میگویند کلوچه زنجبیلی. 2 چیز در کلوچه های سیستانی ویژه است. یکی از این کلوچه ها رو به اندازه 1 پیش دستی گرد و با حاشیه هایی به شکل خورشید در می آورند که بهش میگن نان سال. این نان سال را سمبل برکت خانواده می دانند و حتما معتقدند که تا بعد از 13 خورده نشه. بعضی حتی
تا سال تحویل دیگران را نگه می‌دارند و بعضی ها تا مدت ها و سال ها، ولی تا بعد از 13 همه نگه می‌دارند. ویژگی دوم اینه که در کلوچه های سیستانی تا همین چند سال پیش که همه چیز را از بازار نمی خریدند، برای ما که کودک بودیم آدمک هایی با خمیر ساده کلوچه درست می کردن به اسم عروسک یا ترک. اینها را هم در تنور می پختند و ما چقدر شاد می شدیم که به اسم هر کداممان یک ترکی در تنور پختند. بعد از آیین پریدن از روی آتش بوته ها که گفتیم در عصر سه‌شنبه انجام می شد، در ادامه این ماجرا که برمیگشتن به خونه هاشون از باغ و باغچه، دیگه شب بود. در این شب هم 2 آیین اجرا می شد و شاید هنوز هم اجرا بشه در بعضی خانواده ها، محله ها. یکیش قاشق زنی بود که دخترهای جوان چادر سر میکردن و صورت میگرفتن و میرفتن با قاشق میزدن به بشقاب چیزی که داشتن دم خونه ها و صاحب خونه میومد از تنقلات و شیرینی و کلوچه‌ای که برای تهیه داده بودن به این بچه ها میداد. قاعدتا هم 2 تا دختر بچه بودن و باز میرفتن دم خونه دیگه. در این بین پسر بچه ها هم گاهی شیطنت میکردن، چادر سر میذاشتن و میرفتن قاشق زنی و این باعث میشد که بعضی خونه ها بیان و به شوخی چادر طرفی که قاشق زنی میکنه بکشن و ببینن که واقعا این دختر یا پسر. اینم شور و هلهله‌ای داشت. گوش وایستادن از دیگر آیین‌های آخرین ساعات بعد از غروب سه‌شنبه بود، یعنی در تاریکی سر شب. گوش وایستادن به این صورت بود که بانوی یا بانوانی نیتی می‌کردند و در گوشه تقریباً پنهانی از کوچه یا خیابان می ایستادن و اولین کسی یا کسانی که رد می شدن حرفهای اونها رو که با هم می زدن تعبیر می کردن به اینی که آیا نیتی که اینا در دل دارن، خود این خانم ها، آیا نیتشون برآورده میشه خیره یا نه. روز قبل از سال تحویل را روز علفه میگفتند، بعضی ها هم عرفه میگویند. علفه چرا؟ برای اینی که سردر هر یک از اتاقها و یا سردر ورودی سرا یعنی منزل چنگی از غسیل گندم، یعنی از گندم تازه خوشه در آورده می آویختند تا پس از سال تحویل هر کسی که به خانه آدم می آید یا ما به خانه هر کسی که می رویم عید دیدن ها، از زیر سبزه رد شویم و این را هم شگون می دانه. از کارهای ویژه قبل از نوروز و تحویل سال و بلکه از نخستین کارهایی که انجام می شد تهیه لباس
نو بود، نوروزانه، که این لباس نباید تا دم سال تحویل پوشیده میشد، اما حتما قبل از سال تحویل می پوشیدند که سال نو رو در لباس کهنه نباشند. بسیاری از خانواده ها هم بسیار باور داشتند که لباس نو رو با سر زدن خورشید رو به مشرق بپوشند که روز بالا آمده، نه روز فرشت. و این هم شگون بود. نوروز را که نوروز خسروانی می گفتیم، به شیوه خاصی آغاز می کردند و معتقد بودند که در لحظه تحویل سال که زمین از شاخ گاو بر شاخ دیگرش می غلتد، هر کسی همون حالتی تا پایان سال خواهد داشت که در لحظه سال تحویل داشته باشد. پس همه می‌کوشیدند که در اون لحظه خاص سال تحویل شاد و خندان باشند و پس از سال تحویل اعضای خانواده ابتدا دست بزرگترها را می‌بوسیدند و همدیگر را در آغوش می‌گرفتند و پس از آن هم بزرگترها به کوچکترها عیدی می‌دادند. از ملزومات نوروز و سال نو مثل همه جای ایران 7 سین بود که باید 7 سین مقدس باشد: سیر و سرکه و سمنو و سنجد و سبزی و دیگر. می‌کوشیدند که روز اول نوروز حتما به دیدار بزرگترهای خاندان و فامیل بروند و در این روز تا پایان این روز یا تا روز بعد واجبات دید و بازدید نوروز رو نسبت به بزرگترها انجام بدهند. از روز بعد از سال تحویل و یا از 1-2 روز بعد از سال تحویل تمامی ایام نوروز را به گشت و گذار در طبیعت می‌گذراندیم و می‌گذرانیم و البته رفتن به کوه خواجه که آن را کوهی مقدس می‌دانند و همون کوه سپند اوستاست و درباره او اعتقادات خاصی هم در اوستا بیان شده. ببخشید، کوه سپند شاهنامه. حتما هر کس میتوانست به اونجا میرفت. از دیگر جاها زیارت بیبی دوست بود که بیبی دوست بانوی مقدسی بوده است که خواهر مردخبال شاه سیستانی، عارف بزرگ، صاحب رساله اقبالیه و صاحب 40 حدیث بوده است و شاگرد علاءالدوله سمنانی. از دیگر جاها زیارت شیخ علی بود که
در شرق شهر زابل هنوز تپه است و بر فراز او گنبدی موجود است که برای همگان عزیز و محترم است و در روستاها به دیگر زیارتگاه‌های اطراف که اکثر قدمگاه بودند. در بیشتر این زیارتگاه‌ها و قدمگاه‌ها و گلگشت‌ها که تجمع افراد بود، مثل زیارت قدمگاه حضرت عباس در همون راه کوهخواجه، بساط دهل و سرنا و چاپ‌های با چوب و بی چوب سیستانی گرم بود و گاه در گذشته ها بساط کشتی و بازی های بومی و ساده تر مثل خسو برقرار بود. روز 13 نوروز آخرین روز نوروز خسروانی بود. خب سیستانی هایی که تمام ایام نوروز را به گلگشت می‌گذراندند، در 13 که سنگ تمام می‌گذاشتند، یعنی تقریباً تمامی اهالی شهرهای سیستان میشد بگیم شهر را تخلیه می‌کردند و این بار بیشتر در حواشی هیرمند سکنا می‌گرفتند. چرا؟ که حتما باید سبزه سر سفره رو طی مراسمی به آب میانداختند، اون هم نه آب راکد، به آب روان، به این نیت که بختشون روان باشد در سال پیش رو. به این دلیل حتما در حاشیه‌های هیرمند و نهرها و رودهای منشعب از آن 13 را تا آخرین وقت می‌گذراند.